سلام بچه ها، خوبید؟ خوش اومدید به چنل من. لطفا اول لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، امروز اومدیم بخش هایی که دیروز و همین امروز وارد بازی شد رو بررسی کنیم. اول بخش اکسچنج شروع میکنیم. یه دونه اکسچنج بود تحت عنوان شودان، حالا با 4 تا کارت گورسکا و اوزجان و راماس و کوراگی اوورشون پایین زیاد کار نداریم، ولی کارت فودن و هاورس، ببین کنید این کارت ها این شکلی که توی دنیای واقعی آرسنال و سیتی بازی دارن یک شنبه این هفته، و از آرسنال کارت هاورس اومده و از سیتی کارت فودن اومده. و اگر دقت کنید آرسنال بتونه دنیای واقعی سیتی رو ببره، میشه 95 کارت هاورس، 2 تا ارتقا میگیره. و اگر سیتی ببره کارت فوده میشه 95، و اگر مساوی شده هر میگه اوون میگیره میشه 94 کارتشون. حالا مهلتش یه 40 ساعت دیگه است، کلا 40 ساعت دیگه، 40 ساعت وقت دارید ببندید دیگه، 40 ساعت دیگه وقت دارید. و برای کارت های گورسکا و گورسکا چند ساعت دیگه، 30 ساعت دیگه، 30 ساعت دیگه گورسکا و اوزجانم به همین شکلی که گفتم بهتون. و راموس هم 3 روز دیگه، کورا هم 3 روز دیگه، به همین شکلی بهتون گفتم هستش. خب توی بخش هیروز اکسچنج 95 هیروز اومده که به نظر من این اکسچنج ارزش نداره بزنید و بازیکناش اینه، مگر اینکه مثلا شما این مارکیزی رو بگیرید یا کل، اون موقع آره ارزش داره، ولی به نظر من در کل این اکسچنج ارزش نداره و نبندیدش. و شرایطش هم میگه 93 تا 94 تریدبل، 2 تا 92 تریدبل، 7 تا 88 تا 89 تریدبل و این از این. حالا بریم تو بخش MLS، بخش ارا. این 5 متر رو که باز شده واسه دیوید بکام هنری، این 5 متر رو بازی میکنید و بین دیوید بکام هنری میتونید یه کارت رو بگیرید که نظر من هنری رو بگیرید که خیلی بهتره، سرعت عالی، شوت هم خوبه، دریبلینگ هم عالیه، کارت خوبی واسه این استارترها، خیلی خوبه این کارت. بخش MLS پلی آف، این مچ ها رفرش شده و باید میتونید از اول برید. آره دیگه، دوباره 6 روز دیگه رفرش میشه و رفرش شده دیگه. خب دیگه ببینم تو MLS چیز اضافه نشده، نه به اون صورت چیز اضافه نشده. بریم تو بخش هیروز. بخش هیروز ببینیم هیروز چی آورده باسمون. The Arctic Soldier باز شده این بخش که جوایزش رو میبینیم. جوایز خوبی داره خداییش، کارت ریسر داره، ماسکرانا داره و 97 آنتریدبلی که انتخاب من 100 ماسکرانا. حالا انتخاب خیلی احترام ماسکرانا، ولی من ماسکرانا میگیرم. محیطش که چیز خاصی نیست، باید از این پوینت ها بگی و باید از این پوینت های آرتیک سولیده توکن بگیرید و این مسیر به جلو و یکی از این جوایز بگیرید. و 14 ساعت دیگه ویکند باز میشه و این جوایز 2 برابر میشه. آره مثلا 9 میشه 18، 6 میشه 12، 14 ساعت دیگه باز میشه. خب دیگه توی آن بازیکنای هیروز ببینیم چه بازیکنایی بودن تو هیروز اضافه شدن. بازیکنای جدید هیروز اکسپیدیشن تیم ای،
تیم ای کارت یحیی توره اضافه شده که میتونم که بعد متئوس فوق‌العاده CDM همه چی داره این کارت. اسکیل 4 ریک 4 پیس خوب، شوت خوب، پاسینگ عالی، دریبلینگ عالی، دفاع فوق‌العاده، فیزیکال عالی. کارت همچی تمامه به نظر من. بعد با متئوس یکی فرانچسکو کارت نات بدیه، بد نیست، مثلا میتونه بد نیست خداییش. قیمتش هم خوبه، 25 میلیونه، همون حدوده، بد نیست این کارت. کارت کراوچ که چقدر قیمتش 21 میله. این کارت فقط خوراک کلاس اسپمر است. قد 2 متر 1 سانت، احتمال کلاس اسپمر رو بگیرنش. و همچنین کارت شوتینگش فوق‌العاده داره و در ضمن میتونم به هدینگ و جامپینگش رو بگم. جامپینگ 85، هدینگش هم همینجا دیدم. هدش کجا بود؟ چرا هدینگش رو نمیبینم؟ شوتینگ هدینگ ولی الان هدینگش رو گم کردم، نمیدونم یه دسته بذارید. ولی هدینگ خیلی بالایی داشت این کار. هدینگ 103، هدینگ 103 که فوق‌العاده است. اگه رنگ آب هم کنه که این کارت فوق‌العاده میشه برای کلاس اسپمر. کارت کوهلر که بد نیست کارتش، ولی پیس 80 به نظر من کمه. کارت کوردوبا که آماری فوق‌العاده، پیس 90، دفنینگ عالی، فیزیکال عالی، ولی قد 1.73 واقعا کوتاه الان. کارت کینگ که به نظر من این کارت لوسیو اکسچنج از این کارت بهتره. به نظر من بخواید لوسیو اکسچنج از این کارت خیلی بهتره. و بریم حالا بخشای دیگه هم که این جوایزم که کامپلیت کردم و بریم بخش یوسی رو ده فینال، بخش مینش. ببینید اینجا 20 تا تیکت رایگان میده. شما میتونید ویس اتک، هد تو هد یا مچ با ای آی بازی کنید و پوینت های اگه ویس اتک بازی کنید ببرید 8 پوینت میگیرید با 50 تا یوسیل پس کردیت. اگه هد تو هد بازی کنید و ببرید 12 تا یوسیل پروموشن پوینت میگیرید با 50 تا یوسیل پس کردیت. اگه مچ با ای آی بازی کنید 4 تا یوسیل پروموشن پوینت میگیرید با 50 تا یوسیل پس کردیت. به نظر من یه تک بازی کنه که ببرید همون حداقل 20 تا رو بگیرید که بتونید به اینجا بالا برسید. از بالا میخونم گفته اگه یه دونه این بچه گفته اگه یه دونه از این پوینت های یوسیل داشته باشید تا 60 تا بهتون یکم کم میده. اگه 60 تا 80 تا داشته باشید یه بازیکن 80 تا 90 که یوسیل جدید میده. اگه 80 تا 120 تا داشته باشید بازیکن 89 تا 93 میده با یکم جم. و اگه 120 بالا داشته باشید 90 تا 95 یوسیل و مقدار زیادی جم بهتون میده. و اینجا چیه؟ اینا یه مایلستون داره گفته on after completing one run of weekly promotion match. میگه وقتی که رفرش شد اینو میتونید بگیرید. تو رفرش دوم این، تو رفرش سوم این، تو رفرش چهارم این و تو رفرش پنجم آخری هم یه ماسکرانو دو تا دوده که به نظر من فوق‌العاده است این جوایزش. تو بخش کوارتر فینالز اینجا یه 4 تا یوسیل چالنجر توکن میگیرید و میتونید هر کدوم از این کارت رو خواستید انتخاب کنید. حالا چی این کارت ها؟ گفت این کارت ها دو تا آپگرید میشن. گفته واسه تورسارت و گنربی گفته زمانی آپگرید میشن کارتی که 2 تا گل یا پاس گل بده توی بازی یا تیم آرسنال در مجموع تو بازی رفت و برگشت 5 تا گل بزنه. یا باید تورسات باید یا 2 تا گل بده یا 2 تا پاس گل یا تیم آرسنال تو رفت و برگشت 5 تا به باید بزنه. واسه گنری همینه. حالا اینم باید 2 تا گل بده یا 2 تا پاس گل که یا آپگرید بگیره یا
تیم بایر میونخ تو رفت برگشت 5 به آرسنال بزنه. واسه اینجا هم بذار بهت بگم، واسه رافینیا هم به همین شکله، واسه کولومانی هم به همین شکل، بله همین شکل. واسه ویتسل، واسه کاماوینگا و کوواچیچ چی گفته؟ گفته تیم کوواچیچ یا همون سیتی مثلا باید توی یه 90 دقیقه بازی کامل، 90 دقیقه نه 120 دقیقه، تو 90 دقیقه کلینشیت داشته باشه، گلی نخوره توی وقت نرمال، منظورش دیگه، تو وقت 120 دقیقه نیست، همون وقت قانونی. این یه آپگرید میگیره و اگه تیمش 3 گل تو رفت و برگشت بزنه، دوم آپگرید هم میگیره. واسه کاماوینگا به همین شکله. گفته یا باید تیمش 90 دقیقه کلیشیت کنه، یه 90 دقیقه رو کلیشیت کنه که یه اوور ارتقا پیدا کنه، یا یه 3 گل تو رفت و برگشت به سیتی بزنه که 2 تا آپگرید رو بگیره. و واسه ویتسل و ماتسن هم به همین شکله. به نظر من صبر کنید بازی رفت و برگشت، رفت انجام شه واسه هر تیم، بعد اون موقع بگیرید به نظر من. آره خب دیگه چیزی که از قلم نیفتاده باشه، هم بخش کوهستان اومده واسه UCL که میتونید برید و 200 کریدیت پس میده و یه دونه پک UCL الیت، پک آنتری دیول که اینم هست، و هم پس UCL رو بررسی کنیم. پس UCL اینجا باشه که بخش رایگانش جوایز دو دک میده و همین 89، ولی اینجا 95 یه دونه اوبلوک 95 میده، خیلی خوبه. یه ماسکرانو میده، یه نستا میده، خوبه واقعا به نظر من. آیا پس خوبیه خداییش. و همچنین کارت UCL ارتقا پیدا میکنن، یعنی اوبلاک مثلا اگه اتلتیکو قهرمان شد تو 5 ارتقا پیدا میکنه، میشه 100. یا مثلا یه دونه حتی تیمش یه مرحله بالاتر میشه 96، تا هر جا بره بالاتر ارتقا پیدا میکنه. اینم از این و این بود از این ویدیو. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.